همبستگی و اتحادشون رو نشون داد. مردم این بدرقه چند روزه را دلیل عصبانی شدن دشمن و در رأس آن رئیس جمهور دولت تروریستی من تقاضا دارم همه بزرگواران که صدای این مراسم رو میشنوند، حضرت آقا بسیار تأکید داشتند که همه نماز رو بخوانند. خواهش میکنم سکوت رو رعایت بفرمایید تا صدای امام جماعت به گوش همه برسد و ذکر رو همه تکرار کنند. الصلاة 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 الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك شهيدا وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم احشره مع من كان يتولاه مع محمد وآل محمد وأبعده عمن كان يتبرأ منه. اللهم إنه كان وليا مرشدا وكان من الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم وكان سلما لمن سالم الحق وحربا لمن حارب الحق وكان وليا لمن والى الحق وعدوا لمن عاد الحق. اللهم تقبله جميع ذلك منه بفضلك بأفضل قبولك. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. با دلی پر امید گفت حسین. همه با هم صدا بزنیم به نیابت از رهبر عزیزتر از جانمان
قائد شهید امت، همه به نیابت از طرف او و خانواده شهیدش من تقاضا میکنم خدام حرم حضرت سامن الحجج همه فریاد بزنیم یا حسین، یا حسین، یا حسین. با دلی پر امید گفت حسین، رهبری رو سپید گفت حسین. بله، شما بیننده تصویر اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید در صحن و سرای بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا بودید به امامت آیت الله سید مصطفی حسینی خامنه‌ای فرزند ارشد رهبر عزیزمان. اما حسن ختام این بخش خبری اوقات شرعی است. فردا جمعه 19 تیر 25 محرم و 10 ژوئیه است. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:18 اذان صبح فردا ساعت 3:12 طلوع آفتاب ساعت 4:57 اذان ظهر ساعت 12:10 و اذان مغرب هم ساعت 19:43 خواهد بود. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید. شب بخیر و خدا نگهدار. رهبر شهید و خانواده عزیزش بگید یا حسین، یا حسین. تسلای قلب همه مردمان آزادی خواه جهان فریاد بزن یا حسین. جبل الصبر بود الگویش، سخت همچون حدید گفت حسین. شانش بین روزه ها لرزید، دلش از غم تپید گفت حسین. مطمئنیم وقت جان دادن، مقتدای شهید گفت حسین. رهبرم گفت عمه سادات سوی مقتل دوید گفت به نیابت از آقا جانمون در حرم علی ابن موسی رضا که فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، فریاد بزنیم تسکین قلب‌های جریحه دارمان برای آن که بدانند ما ملت امام حسینی، ما ملت شهادتیم. فریاد بزن یا حسین، یا حسین، یا زهرا، یا زهرا. همه صحن و آستان مقدس حضرت رضا، خیابان‌های منتهی به حرم فریاد بزنن حسین، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. حسین، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. و آخرین کلام برای عرض احترام به ساحت ولی الله الاعظم حضرت بقیت الله فریاد بزنیم آقا جان آجرک الله یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک. یا حجت ابن الحسن تسلیت، تسلیت.
سلام بر تو ای امین امت، ای میراثدار پیامبر، ای رهرو راه علی، ای روضه‌خانه با افتخار سید الشهدا، ای یاور و نایب امام زمان. سلام بر تو ای کشته راه خدا، ای جان فدای امت اسلامی، فرمانده مجاهدان و آزادی خواهان با فضیلت، ای پیشوای جبهه پاکان عالم در برابر جبهه ناپاکان، ای آقای شهید ایران. این تصویر تا ابد در حافظه ایران و حافظه خراسان حک خواهد شد. خادمی که شبها در خلوت حرم اشک می‌ریخت، حالا با کاروانی از عزیزان به خون غلتیدش روی دستها به حرم بازگشته. این قامت‌های پیچیده در پرچم سرنگ تفسیر امروزی عاشورایند. مشهد امروز سراپا حماسه است. وقتی ملتی رهبرش را این گونه فداکار می‌بیند که از اهل بیت خودش برای دین می‌گذرد، دیگر هیچ طوفانی یارای لرزاندن کوه اراده‌اش را نخواهد داشت. سلام خدا بر مردم ایران و رهبر شهیدش. این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده. ای پسر فاطمه منتظر شمایی، درود بر این ملت نجیب که ساعت هاست بسیاری از شما مردم از روزها پیش آمدید به مشهد برای چنین لحظه و چنین ساعتی. خیلی ها از کشورهای دیگری آمدند ایران، بسیاری از مردم از شهرهای دوردست آمدند تا به مشهد برسن، تا انشالله آقا جانشون رو ببینن. انشالله لحظه‌ای درنگ کنید، دعای امام شهیدمون انشالله بدرقه راه این ملت باشه. این ملت روزها و ماههای بسیار پرفراز و نشیبی پیش رو داره. دعای امام شهید انشالله بدرقه راهتون. بر محمد و آل محمد شادی روح رهبر شهیدمون بلند صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای آقا در حق این ملت به اجابت برسه. مگه نفرمود قطعاً و یقیناً این ملت پیروز است؟ مگه نفرمود قطعاً و یقیناً قله ها در پیش دارید و این قله ها رو شما در می نوردید؟ دعاش در حق ما به اجابت برسه. بلند صلوات بفرست.
محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم از برادران و خواهران عزیز قدری درنگ بکنید. انشاءالله این شور و این حماسه حیدر 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 یا حیدر حیدر یا حیدر. بگو با این ذکر نورانی آماده بشیم برای استقبال از آجانمون. یا امیرالمومنین، خدایا هر چه نگاه میکنم این همه عشق رو میبینم. به خدا ملائک دارن شما را نگاه میکنند و غبطه میخورند به این صفا، به این شور، به این احساسات، به این عشق، به این ولایت، همونی که آقای شهید ما فرمود هیچ درکی اونا ازش ندارن. ببینید این شور رو، ببینید این عشق رو، ببینید این ولایت رو، ببینید این شجاعت و شهامت رو. آهای حرامیا! خب بینندگان عزیز، از استودیوی پخش شبکه یک سیما این تصاویر رو زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. حرم رضوی، حرم مطهر و بهشتی رضوی، مملو از جمعیت و میلیون ها انسان عاشقی هست که در این لحظه ها حضور دارند در صحنه‌های مختلف، خیابان‌های اطراف و مشهد یک پارچه. سرکار خانم ملکی نگاهش به ثانیه ثانیه رستاخیز بزرگ تاریخی هست که واقعا امت مبعوث شده و فراخوان شده ایران اسلامی، ایران حسینی نشون میدن که چقدر میتونند در عظمت و خلق حماسه ماندگار نقش آفرینی بکنند. و همتون صمیمانه خدا قوت میگیم. این روزها واقعا دلدادگی امت رو در جای جای ایران اسلامی مشاهده کردیم، به خصوص تهران، شهر مقدس قم، جمکران و کربلای معلا که خب به هر حال فضای بین المللی بود. بله، خواهش میکنم بفرمایید. ایران امام رضا نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما. با کلاف جان به بازار معبد بسته صف، 100 هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ عرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. حسبنا الله و نعم الوکیل. رهبر شهیدمون همه با میل رو زمزمه روح مطهرشون بهرمند بشن قربتن الالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء
و به نور وجهک الذی اضاء له کل شیء. نخون آقا رو بیار. بینندگان عزیز و ارجمند، کم کم مهیا میشیم برای اقامه نماز بر پیکر مطهر که اقامه شد و نگاهی که در این لحظه ما به این جمعیت با شکوه و چند میلیونی داریم نگاهی هست که یادآوری میکنه تلاوت قرآن کریم رو، یادآوری میکنه دعا رو، مناجات رو که همه اینها برای ما سکینه و آرامش خواهد بود در بدرقه پیکر پاک و مطهر آن قائد، آن زعیم، آن حکیم شهید و هر آنچه خوبی که برای او بتونیم از توصیفات در مورد ویژگی ها و شخصیت او بیان بکنیم. اخلاق پیامبرگونه خامنه‌ای شهید، انس و سعه صدری که ایشان همیشه با قرآن کریم، سعه صدری که در وجود ایشان برای انجام کارها، برای تصمیم سازی ها و فرامین بین المللی در عرصه های مختلف برای امت مسلمان، امت اسلام در اوج خاکساری و فروتنی بسیار شگفت‌انگیزی که حضرت ایشان در اخلاق کریمانه خودشون نشان میدادند، در کنار روحیه بخشش، عفو و گذشت ایشان، هر کدوم از این جلوه ها رو گویی به عنوان درس های مکتب اهل بیت علیهم السلام در اوج کمال و خوبی دریافت کرده بودند و در عرصه های مختلف اون رو به کار می گرفتند. به هنگام، به موقع هر کدام از این خصلت های بزرگ اخلاقی، اسلامی و انسانی در وجود سراسر پربرکت امام شهید ما تبلور پیدا می کرد و راهگشا بود برای سرنوشت این مملکت بزرگ الهی، برای سرنوشت این امت بزرگ الهی. مردم ایران یکی از خصوصی ترین و روحانی ترین آیین‌های آستان سلطان طوس مراسم قباروبی درون ضریح هست. وقتی قفل در روضه منوره باز میشه، عطری در فضا میپیچه که شبیه هیچ عطر دنیوی نیست. عطری آمیخته از گلاب ناب و بوی بهشتی خود ضریح. سالها تصاویری که از این آیین مخابره میشد مردی رو نشون میداد با لباسی سپید، رهبر یک امت که در خلوت ضریح با چشمانی اشکبار و پارچه‌ای آغشته به گلاب سنگ مزار امام رؤوفش رو شستشو میداد. او غباری رو که بر این مزار نشسته بود با حریر سفید جمع میکرد، غباری که شفابخش دلها و با ارزشترین تبرک برای خانواده های شهدا و دردمندان بود. برای او که خودش رو همیشه خادم الرضا میدونست، زیباترین لحظات عمر همان دقایقی بود که صورت بر این سنگ مرمر میگذاشت و با اشک غبار از حریم یار برمیگرفت. اما امروز این تصویر عوض شده. مردم، امروز درهای حرم باز شده تا پیکر همان خادم عاشق رو در آغوش بگیره. او که یک عمر غبار از این ضریح می گرفت،
امروز آمده تا جسم خستش رو به همین خاک پاک بسپره. چه پایان شکوهمندی! مردی که در شعرش عاشقانه سرود از خاک پاک مشهد نقشی است بر جبینم. حالا او با تمام وجودش با خاک این آستان سخن میگه و برای همیشه همنشین معطرترین نقطه این سرزمین خواهد شد. ثانیه ها یکی از شگفت‌انگیزترین رویدادهای عالم هستی رو در عصر و زمان کنونی ثبت خواهند کرد. سخت می‌گذره این لحظه ها، بسیار سخت و طاقت فرسا. انگار به هیچ وجه دوست نداریم این ثانیه ها سپری بشن، چون ما رو و امام شهیدمون رو فاصله خواهد انداخت. اما در ابدیتی همیشگی، در پیمانی قوی و محکم، همان گونه که او با مولایش امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام در گلواژه‌های احساس زمزمه کرد، همون رو بدرقه راه قرار میدیم برای امام شهید، آقای عزیز امت اسلام و قرآن. فارغ مرا ز ره گذر صبح و شام کن ای امام خوبی ها، کار مرا به گردش چشمی تمام کن. بگشای صفحه‌ای دگر از دفتر جمال، بیتی فزون بر این غزل ناتمام کن. بیتی فزون بر این غزل ناتمام کن. ای یادگار ساقی کوثر ابوالحسن، گاهی نظر به جانب این تشنه کام کن. ای حکمران کشور دل، ای حکمران کشور دل، با کرشمه ای زیر و زبر قرار دل خاص و عام کن. ای امام خوبی ها، ای امام مهربان، بنمای ره به ملک رضا جان خسته را، مرغ رمیده را به شکرخنده رام کن. اینک هزار دست تمنا گشوده بین، دست کرم گشاده به رسم کرام کن. دارالشفای آتش و آب است این سرای، سوز دل مرا به نمی التیام کن. دیریست ز آشیانه جدا مانده ای، امین غربت بس است، غربت بس است، غربت بس است. رو سوی آن کوی و بام کن. دانم که مستمند و تهیدست و بی کسی، از بارگاه فیض رضا توشه وام کن. وانجا که آمد و شده خیل ملائکه است، کنجی گزین و تا به قیامت
مقام کن کنجی گزین و تا به قیامت مقام کن. باب الجواد، باب الرضا، صحن‌های مختلف حرم رضوی مملو و از ارادت و عشق و محبت یک امت بزرگه و این لحظه ها در شکوهمندی بی‌نظیره. سرکار خانم ملکی، من دارم به این نکته مهم فکر میکنم که نجوای هر کدام از این زائران، هر کدام از این سعادتمندانی که الان در حرم حضور دارن چه نکته‌ایه یا چه نکاتی هست. مردم ایران، جناب آقای آقابگی بزرگوار، بعد از ماه‌ها در کنار حرم باصفای علی ابن موسی رضا علیه السلام عقده دل باز کردند. اونها چندین روز و چندین ماه و چندین ساعت و ثانیه هست که بغض‌ها رو در سینه نگاه داشتند برای چنین شب و روزی و چه لحظات سختی بر ما میگذره، بر ما مردم ایران که چنین صحنه ای رو داریم تماشا میکنیم. امروز حرم امین الله، حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام میزبان مرثیه‌ای از جنس خون هست. خادم شهید، خادم علی ابن موسی رضا علیه السلام از سفر کرب و بلا برگشته، از زیارت جد مظلوم خودشون علی ابن ابی طالب علیه السلام برگشتن و او دست در دست خانواده شهیدش پا به دیار خراسان گذاشته و به زادگاه خودش برگشته و ضریح مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام بیقرار خادمی هست که با تمام هستی خودش پای دین ایستاده و پای سربلندی این مرز پرگوهر ایستاده و زمانی که تابوت‌ها در حال حرکت هستند، به ویژه تابوت رهبر شهیدمون، گویا ملائک در حال طواف این تابوت‌ها و این شهدا هستند و این تشریح یک بدرقه ساده نیست، بلکه تجدید بیعت با عزیزی است که خون خودش و خانواده خودش رو نثار زنده نگه داشتن دین اسلام و مرام و مکتب آل الله کرد. دقیقاً همینطور هست و میتونیم بگیم پایین ترین و سطحی ترین اثری که در این لحظات و در طی همه این روزها و شبهایی که مشایعت تاریخی صورت گرفت در ایران و کشور عراق، اثر بیدارگری هست که در امتها ایجاد کرده و حتی اونهایی که به هر شکلی خودشون رو یک مقدار با فاصله نسبت به جایگاه ولایت در جامعه بزرگ اسلامی ما احساس می‌کردند، با وجدانهای بیدارشون به این سیل خروشان، به این اقیانوس بیکران پیوستند و متوجه شدند که امام شهید ما چه کار حسینی و کربلایی رو و عاشورایی رو به ثمر رسوند. به روح بلند آن امام شهیدمون همراه با آحاد این امت بزرگ بهترین سلام و درودها و صلوات رو تقدیم میکنیم و با دست دعا و التجا به بارگاه الهی همنشینی با پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اولیای الهی، ائمه اطهار معصومین سلام الله علیهم اجمعین و همه خوبان عالم رو بدرقه راه ایشان میکنیم و آرزو میکنیم که ما همون عهدی که، پیمانی که با امام عزیزمون بستیم بتونیم تا آخرین قطره خون، تا آخرین لحظه عمر، تا آخرین نفس در نقطه اوج و قله به انجام برسونیم. امروز در خیابان‌های منتهی به حرم قیامتی به پا شده بود. امواجی از انسان‌های عاشق تابوت رهبر شهید خودشون رو روی دست گرفته بودند. او قهرمانی بود که با حکمت و صلابتش جهان رو به تحسین واداشت و از راه نجف و کربلا گذشت تا پیام عاشورا رو به مشهد و رضا برسونه
و ما در کنار مضجع شریف امام رؤوف امام علی ابن موسی رضا علیه السلام با ایشان عهد می‌بندیم که این راه بی پایان هست و تا رسیدن به پیروزی کامل از پا نخواهیم نشست. اون مردی که صلابت گام‌های او طوفان‌های مختلف حوادث رو، فتنه‌ها رو، دشمنی‌ها رو، کینه‌توزی‌ها رو در ایران عزیز و در بین امت‌های مختلف به زانو درآورد. ابرمردی که در اوج شکوه و صلابت در مقابل این حجم از فتنه‌ها ایستادگی کرد و کشور عزیزمون ایران دوست داشتنی رو از مجموعه این بلاها در کمال صحت و سلامت خارج کرد. ما همیشه وامدار او هستیم و خواهیم بود و اگر امروز امت یک پارچه خودش رو در این مشایعت بی‌نظیر به میدان آورده، در حقیقت دوست داره این پیام رو به پیکر بیجان امام شهیدمون بیان بکنه و برسونه که آقا جان، ما دوست داریم در این ثانیه ها، در این دقایق مشایعت نمودن و وداع با تو، باز هم در کنار تو همان راه، همان مسیر، همون آرمان، همون اهداف بلندی که در چشماندازی بزرگ دورنمایی رو برای کشور عزیزمون، برای مردم خوبمون ترسیم فرموده بودید، یک بار دیگر برای همیشه مرور بکنیم. یک این درس ها رو در ذهن خودمون، در جلوی دیدگان خودمون ببینیم و یادآور بشیم که چگونه میتونیم انشاءالله در ادامه همه این راه شکوهمند رو سفید و سربلند ایستادگی بکنیم انشاءالله. جناب آقا بگی سال